از زمان بازداشت چند ساکن ناحیه خراسان در پی اعتراض مهمه سال گذشته، مقامات از ارائه همگونه معلومات درباره آنها خودداری می‌کردند. تنها روز 8 فوریه شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان ضمن نشست خبری تصدیق کرد که حکم دادگاه در نسبت چند ساکن ناحیه خراسان صادر شده است. 6 نفر ساکنان ناحیه خراسان برای صادر کردن کردارهایی که در ماه می سال 2020 رخ داده بود، حکم نهایی قرار نهایی سود ناحیه خراسان رسانید. معلومات عمومی که من دارم همین است. به گفته منبع در عموم نسبت 10 ساکن ناحیه خراسان بر اساس قسم 2 ماده 237 بندهای BV پرونده باز شده بود. این ماده افباشی از جانب گروه شخصان با مصلحت پیشکی با نشان دادن مقابلیت به نماینده حاکمیت را پیش بینی میکند. دفتر مطبوعاتی دادگاه عالی میگوید با قرار دادگاه ناحیه خراسان که روز 26 نوامبر سال گذشته صادر شده است، 5 ساکن خراسان به 1.5 سال زندان و 5 نفر دیگر 5800 سامانه جریمه شدند. در میان شخصان جزا گرفته 3 نفرشان زن می باشند. بر اساس قرار دادگاه محمد کریم حسنوف، محمد رجب اکراموف، سید رحمان اکراموف، کرامت الله و حسین مظفروف ها به 1.5 ساله زندان محکوم شدند. همچنین تاج‌الدین قرائف، عوضجان همرایف، ملیخال قرائف و بیبی رابعه رسولووا و محترمه جورایف 100 نشان دهنده برای حساب ها یا 5800 سامانه جریمه شدند. نظر ساکنان بازداشت شده ناحیه خراسان از آغاز قضیه تا حال معلوم نیست. معلوم نیست که 10 ساکن خراسان در چه شرایط بازپرسی شدند و آنها در رابطه با قضیه در دادگاه چی گفتند. در چنین شرایط مسئولین دادگاه عالی گفتند حکم دادگاه ناحیه خراسان قوه قانونی گرفته است. بازداشت چند ساکن ناحیه خراسان در پی اعتراض و راهبندی انتقادهای زیادی را به میان آورده بود. در رسانه و شبکه‌های اجتماعی نیز این سوال زیاد بررسی شد که چرا شهروندان برای بیان موقع و اندیشه خود که کنستیتوسیون تاجیکستان به آنها حق داده است تعقیب می‌شوند. اعتراض ساکنان ناحیه خراسان روز 17 می سال گذشته بعد از خرابکاری‌های سیل و یرچ صورت گرفت. مردم آسیب دیده برای چند ساعت شاهراه باختر دوشنبه را بسته گفتند که به این واسطه مشکل خود را به مقامات رساندند. در پی ناراضگی ساکنان و بسته شدن راه دوشنبه باختر، مقامات به مشکل ساکنان ضرر دیده ناحیه خراسان توجه کردند و برای آنها منزل‌های نو بنیاد شد. اما جزا گرفتن 10 ساکن این ناحیه که در اعتراض‌ها شرکت داشتند انتقادهای را به میان آورد که مقامات تحمل شنیدن ناراضگی مردم را ندارند، ادعایی که مقامات آن را رد می‌کنند.